آوردنش یا بردنش اول نامعلومه که کی تاجیکستان میارنش. اون روز 18 نوامبر اومدیم به همین هندوستان برای جراحی دخترم. ما با مرده و با زندهش انشالله که کاری نداره، فقط جراحی گام میزنم که یک روز یک دو مصیبت‌های شد بسیاری گفتن که هندوستان دام میبرن مرده خیلی و خیلی دوستان از خاک پای هر یک کدومشون بردم اپراسیون کردم. خدا را شکر که نه دخترچم همین جدای نه با پوخی است. من زنگ زدم پرسیدم که اکا سرازو چی شد یک نوع رزولت هست؟ سال میشم و وطن و سعی بلم برنم خنده میرم. دوستان از جراحی یگان نمودش گارانتی نداره که زنده میمونی مرده میمونی چی میشه نمیشه. پیش لبوی دکتر میره میگه ما گارانتی نمیتیم و جراحیش 6 یا 8 ساعت دوام کرده. برای که گفتم آنالیزش بزه برآمد. ما هندوستان روی که بعد سرشن جراحی میکردن آنالیزو را گرفتن که مرکز خدمت رسانی زیارت شاب همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سونای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانه بدهسین. خداوند نگهبان هر یکی ما شما باشد. خدا را شکر میگیم که جراحی خواهر عزیز ما ناز گذشت. چقدر که میدونید ما خواهر عزیز به هندوستان روی کرده بودیم. هر یک کدوم شما میدونید الکای آنالیزایی که درجه گرفته بودن با وجود مطابق نمیاد. چقدر که برادر عزیز یعنی پدرشون گپ زدن که چی خیلی شد عینی کارهاز تو آخر نوار تماشا کنیم. پر ان شاء الله معلومات برای هر یکی شما میرسونیم. دوستان عزیز در نوار امروزه تنها اوید جراحی گام میزنم که یک روز یک دو مصیبت‌های شد بسیاری گفتن که هندوستان دام میبرن مرده خیلی و خیلی دوستان از خاک پای هر یک کدومشون ما با مرده و با زندهش ان شاء الله که کاری نداریم، فقط کاری خودمون پیش میبریم. از شما چی میره دوستان عزیز؟ فقط در حق خواهرچه دعا کردن. کار شما اول گرفتین تا آخر آوردن بهترین شد. رزولت جراحی من زنگ زدم پرسیدم که اکا سرازو چی شد یک نوع رزولت هست؟ گفتن یدش لنگ داره، یک 10 روز پس میگیره، یک 10 روز دیگه، یعنی 10 روز پس 20 روز میشه. 20 روز در همونجا میمونن بعد معلوم میشه ان شاء الله که یک روز دیگه یک شلنگ میگیرن، یک شلنگ دیگه با 10 روز پس ان شاء الله که با میبینیم که رزولت کاری برادرها چقدر. برای هر یک شما این از خواهش همون نفرانی که محتاجن نیازمندن این دیواریتن با خواهش همون با دولت‌های در کاری میبریم. یعنی از پیش خدمت میبینیم اول از پیش پدر مادرش میگذاریم میگیم دید شما کجا میفوت، چون که میدونید دوستان عزیز جراحی یگان نمودش گارانتی نداره که زنده میمونی مرده میمونی چی میشه نمیشه. پیش لبوی دکتر میره میگه ما گارانتی نمیتیم و دادن نمیتونیم. به همین خاطر فقط چیزی که کردیم تا قدر امکان به خاطر انمی خواهرچه عزیز کردیم، به خاطر پدرجان عزیز کردیم. در نوار دیدیم که خیلی خوشحالن، زنگ زدن گفت فکر رحیم خرسان شدیم که جراحیش نزدش جراحیش 6 یا 8 ساعت دوام کرده. برای که گفتم آنالیزش بزه برآمد. ما هندوستان روی که بعد سرشن جراحی میکردن آنالیزو را گرفتن که با گفتن نه باید 4 روز لیچین میگیرن، کورس لیچینش رو گرفتن بعد جراحی در اومده. خیلی فکر جراحی خوب و ناز گرفته گید رزولتش بعدش لنگ را گرفتن میفهمیم. اما خواهری که بسیاری در نوار گفتن که نامش نگیریم بخشک الحمدلله گپ شما حقای ما حق نداریم میگه گرفتن ده، چون که هم باید بدونید فقط چی میگم همون خواهر جراحی خواهر شما بفهمید که گپ در مورد کی رفته آوردنش یا بردنش اول نامعلومه که کی تاجیکستان میارنش. به همین خاطر هم بعد میفهمیم بعد 20 روز پس که میارن چخیلی ان شاء الله که اگر رزولت ما خوب باشه بهتر باشه آوردن ایرپورت همش برای شما پیشنهاد میکنیم. چخیلی دوستان عزیز شاید که از ما رپرسنت که شما خودتون در ولنسین دوستان عزیز در حق اون دعا باشین. همه چی با خاص الله میشه و شکرگزار هستیم به همه کمبودی که در زندگی هستن. با این خاطر دوستان عزیز از همه میندارم نفرانی که در برام دستگیری کردین تا یه روز در برام هستین هزار رحمت. ما به شما پادپیشکار نونم هر چیزی که میکنین دستگیری شما میکنین. مینداری پدر عزیز خواهر عزیز تمام نفرا را با کل هر یک نفر شما که نوار در لایک مونده کامنتر کردین پدلیس کردین میرسونم. امروز هم خواستم که خوش خبر به هر یک شما برسونم، چون که در سامانه‌های اجتماعی بسیار بنویسن که اکا خواهر چی گپ شد، اکا خواهر چی گپ شد. ان شاء الله که دعا کنید چون که دعا شما تیز قبول میشه. با این خاطر خدا یار و مددگارتان نوار پره خواهر خطی
پدر عزیزش در خود گسنیسای هندوستان تماشا کنه که چی خیلی. السلام علیکم برادران اهل اسلام. ما این حال قرار داریم در هندوستان. ما روز 18 نوامبر اومدیم به همین هندوستان برای جراحی دختران. روز 18 اومدیم رسیدیم گسنیسا در ما را اومدن جو کردن به حد شرایطش نقض به حد آدمای خوب مثال نگاه بینشون سازای. روزی 19 نوامبر ما را بالنیسا بردن تشخیص گذاشتیم. تشخیصی که در تاجیکستان ما گذاشتیم و دیگه بود تاجیکستان یا که در اینجا گذراندن این دیگه بود برای همیشه مکانتا ماندیم همینجا در روزی چندم 26 در ما را بردن اپیراسیا کردم. خدا را شکر که این دخترچم همینجا در اینا با پو خیست است راه میگرده انشالله که ساز میشود. ما را در تاجیکستان 90% گارانتی داده بودن. اینجا اومدیم تشخیص گذاشتیم. اینجا تشخیص دیگر بود است. پیشابدان بود است و پیشابدان خیلی عینیمش نبوده. همون جایی که پیشابدان هم میقبیل است همونجا نبوده است. اینجا چی کردن همونجا را پیشابدان پیوند کردن انشالله که سازه بود. گارانتی 80% دادگیان. یکم واریانتش همین دیم واریانتش گفتن که اگر که نقپه ما شلنگ قطعی میبروریم ای پیشی چیش ای شکم شلنگ قطعی میبروریم پیشوش و همون شلنگ رفتن میگیرن. خیلی هزار رحمت. اولا میندارگی خدمت برکه رحیم پرگداج میرسانم که ما را دستگیری کردن به نهایت دستگیری خوب کردن. ما و همینجا آمدیم این خدا را شکر که دخترچه ما بعد دستگیری همون بعد دستگیری غریبا و دستگیری همونی که ما را نگاه بین کردن اینا در اینجا اومدیم به حد شرایطای بالنیساشان به حد خوب آدمای خوبان شرایطاشان خوبان. اینا دخترچه ما در اینجا اینا باید چی گفتنی باشه. هزار رحمت به همونی که ما را دستگیری کردن برکه رحیم هزار رحمت کردن یک بار دیگر اکه رجب علی هزار رحمت کردن برکه رجب علی. اینا دخترچه ما یک چی گفتنی باشه نگرزم نهینه جان. السلام علیکم با اکا جانو با اپا جانو. اینا با هندوستان آمدیم با یاردم اکا جانو و اپا جانو ما جراحی کردیم. اینا شان سال میشم و وطن و سری بلند برنم خنده میرم. آینه اینجا دمو سه تا این شلنگ دیگهش موندگه همین شلنگا را گیرن و معلوم میشه که مثلا ساز شده است یا نشده. هزار رحمت کلام و همه برادرانی که ما را دستگیری کردن یک بار دیگر